حالا جالبه بدونیم که کی هستش که بیشترین نقشو داره تو این بازی‌ها. یعنی خب 90% آمریکا میگیم ای کامرسش به این شکله. ببینیم کیا بیشترین سهمو دارن. جالبه بدونید مانیفکتچررها بیشترین سهمو دارن. کسانی که تولید میکنن، خودرو تولید میکنن، لوازم خانگی تولید میکنن و غیره، اینا 47% کارشون رو آنلاین انجام میدن. بعد از اون عدد بعدی مرچنت هولسیل ها هستن، اینا که عمده فروشن هستن. بعد از اون در واقع این سومی هستش که سلکتد سرویسز مثل کاری که وکلا، پزشکا، مشاورا، بورس، تمام اینا میره تو سلکتد سرویسز. یه پکیجی رو اداره آمار آمریکا داره به نام سلکتد سرویسز، حدود 20 تا هستش که دیگه من نمیخواستم وقتو بگیرم نیاوردم. همه اینا سر هم دیگه اینجا قرار میگیرن. ریتیل هم میاد اینجا میشینه. یعنی نسبت، دوباره تکرار میکنم، صد این میزان فروش فیزیکیشه، این درصد داره میگه چقدرش ای کامرس. میبینید بیشترین چیزی که میره روی ای کامرس مانیفکتچرینگه. اتفاقا تو ایران هم همین اتفاق افتاده که من براتون توضیح میدم. خب دیتایی با این ابعاد عجیب و غریب، اون بیگ دیتایی که حجمش خارق العاده است، سرعتش خارق العاده است، تنوعش بسیار عجیبه و سیری ناپذیری داره. ببینیم که این 4 تا در واقع ویژگی که دیتا داره، خب چیکارش بکنیم این دیتا رو؟ کاری که باید بکنیم، 2 تا اتفاق مهم با این دیتا میفته. یکی این که چجوری ما بتونیم این دیتا رو منتقل بکنیم، دومی که کجا این دیتا رو نگهداری بکنیم، این حجم انبوه دیتا رو چیکارش بکنیم. بیزینس افرانت اینه. بیزینس افرانت انتقال این اطلاعات و نگهداری این اطلاعات. و یه بیزینس دیگه هم داریم که در واقع تجاری سازی این بسترها هستش که ما بهش میگیم ای کامرس. گذشته افرانت بیشتر رو انتقال اطلاعات بوده، حال افرانت تو نگهداری این اطلاعات که دیتا سنتره، آینده افرانت ای کامرسه که اون خامه رو که تجارت الکترونیکی هم خودش هم بقیه بیان با استفاده از دیتا سنترش ازش بهره برداری بکنن. فارستر یکی از معتبرترین در واقع مشاوره ها هستش که ترندهای دنیا رو پیش بینی میکنه که اینم اطلاعاتش مال سبیت هستش که فارستر اونجا اومده بود این عدد رو اعلام میکرد که کلاود کامپیوتینگ که برنامه کاری افرانت از همین الانم کنارتون تحرکاتی که تو افرانت مال این کلاودمونه که انشالله امسال آماده بشه، از 40 میلیارد به 240 میلیارد میرسه. ولی یادتون باشه حتی کلاود کامپیوتینگ، خود سرویس های کلاود هم حتی اون سود اصلی نیست. سود اصلی اون بستری که فراهم میکنه ما بتونیم تجارت الکترونیک روش ران بکنیم. خب این وضعیت دنیا. حالا ببینیم ایران کجای این قضیه قرار داره. ایران یه حرکت شروعی یه ذره با تأخیر بود، بعد یه ذره شتاب گرفت، شروع کرد روی شاخصای خوب شدیم ولی روی شاخصای ببینید به شدت عقب موندیم. این کامپاند انوال گروث ریت، یعنی نرخ مرکب رشد سالانه، نرخ ساده رشد نه، نرخ مرکب، بهش میگن کامپاند انوال گروث ریت. ببینید 1383 ایران 3 تا دونه STM1 بیشتر نداشت، یعنی 450 مگ. خب جالبه بدونید من یه سفری اون زمانی که دانشجوی دکترا بودم اومدم ایران، یه سخنرانی تو وزارت نفت داشتم. اون موقع ایران با 9.8 کیلوبیت در ثانیه از طریق فیزیک نظری به اتریش، از اونجا به بکبون وصل بود. امروز شما تو خونتون 128 و 256 کم میاری، کل ایران 9.6 بود. خب حالا مثلا اون سالا رو دیگه کنار گذاشتم چون آمار ما رو خراب میکنه. از 83 3 تا STM1 داشتیم و این پارسال به 423 تا رسیده. البته از این 423 تا یه تعدادش هنوز باید فعال بشه ولی بالاخره این ظرفیت ایجاد شده و خلاصه همون آماری که در دنیا هم در اوایل تو کشورها وجود داره در ایران هم اتفاق افتاده. هر سال پهنای باند کشور حدوداً 2 برابر شده. آماری که تعداد کاربران اینترنت ایران هست غلط ارائه میشه و آمار دقیق و شفافی ما نداریم. علتش هم یه مقدار واقعا کارش سخته، سوبژکتیوه، چون کاربر دایلاپ رو نمیشه شمرد، کاربر موبایل رو میشه شمرد، کاربر برادبند رو میشه شمرد، ولی کاربر دایلاپ و لن رو چجوری میخوای بشمری؟ ولی تو همین سوبژکتیویتی هم بالاخره آمار یه خورده پرت و پلا داده شده. آمارایی که اعلام شده اینه که ایران 33 میلیون در مارچ 2011 کاربر داشته. بقیه کشور خاورمیانه اینجوری هستن که بعدیش عربستان، بعد اسرائیل، بعد میره پایین. خب این آمار غلطه، ولی حتی این آمار وقتی درست هم میکنید میاد اینجاها قرار میگیره که من حالا بهتون میگم من چجوری این آمار رو درستش کردم. بالاخره ما یه روشایی داریم که این آماری که یه خورده پرت و پلا هستش اینو ما بیایم راستی آزمایش کنیم و با کراس چک درستش بکنیم. وزارت آی سی تی اسفند 89 گفت 32 میلیون کاربر داریم. مرکز آمار تو این سرشماری اخیر 11 میلیون رو گفت که تفاوت میبینید زیاده. هر دو تا اسفند 89 رو داره میگه. پس اولا به این نتیجه میرسیم بالاخره کاربران اینترنت ایران یه چیزی بین 11 و 32.
ورلد استات هم 36.5 میلیون دسامبر رو اعلام کرد که چند ماه بعد از اینه، تا 38 هم اعلام شد این عدد. پس این عدد بین یه چیزی حدود مثلا 11 12 تا 38. خب بالاخره این عدد اگه 5% 10% مغایرت داشته باشه قابل قبوله، ولی 3 برابر هیچ جا همچین مغایرتی قابل قبول نیست. ما چون بیزینسمون ما باید حس داشته باشیم، نه اینو قبول داریم ما نه اینو قبول داریم. حالا چی درسته؟ ما از کجا، ما اگه مرکز آمار ایران نمیتونه درست بشمره، ما چه جوری میتونیم؟ راه ما اینه. ما میبینیم بیس پرکتیس چیه. یه سایتی درست شده، اونایی که من دوستانی که محقق هستن تو جمع میبینم که گوگل اگه برید پابلیک دیتا، یه اپلیکیشنی که اعلام هم نکرده زده تمام این آمارایی که الان بهتون میدم. البته پابلیک دیتا مال خود گوگل نیست، ورلد بانک و او ای سی دی و آی ام اف، صندوق بین‌المللی پول، سورس ها اوناست. من اینو از اونجا برداشتم. ببینید در آمریکای شمالی 80% مردم اینترنت دارن در سال 2010. این آماری که چون رو گوگل تا 2010 بود، من بیشتر از اینم نتونستم پیدا کنم. اوریج دنیا یعنی ضریب نفوذ اینترنت تو دنیا 20%. در میدل ایست یه چیزی حدود 12-13%. اینو داشته باشین. پس آمریکا اینجاست، دنیا اینجاست، میدل ایست اینجاست. خب بریم جلوتر. برادبند اینترنت سابسکریپشن از هر 100 تا من اول اینو برگردم به عقب، یه چیزی رو اینجا بهتون بگم. پس بنابراین اگر در دنیا مثلا یه چیزی حدود 20% مردم دارن، ما میگیم حدوداً، ما توی رشد برادبند رو نمیگم، خود اینترنت رو دارم میگم، ما از دنیا خیلی عقب نبودیم، چون تو دنیا مجموعی از پیشرفته و غیر پیشرفته هستش. 20% 75 میلیون نفر، حدود 15 میلیون نفر میتونیم بگیم که تو ایران اینترنت دارن. تقریبی اگه سرانگشتی بخوان این عدد رو نگاه کنیم. حالا بریم تو برادبند. ما تو برادبند به شدت عقب افتادیم، در حد فاجعه. چرا؟ ببینید توی کره شمالی که جزو پیشرفته ترین کشورها توی برادبند، 36% مردم، یعنی از هر 3 نفر یه نفر برادبند داره. تعریف برادبند در دنیا از 2 مگابیت پر سکند به بالا رو میگن برادبند. زیر اون اصلا برادبند حساب نمیشه. خب پس در کره جنوبی 36.7% برادبند دارن. در کانادا حدود 28% دارن. 15 کشور یوروزون اتحادیه اروپا حدود 25% دارن. آمریکا به دلیل کشورش خیلی سرمایه‌داری به مناطق دورافتاده به تبع نمیتونه برسه، یه ذره پایین‌تر از اروپا است، 22%. تمام کشورهای دنیا سر هم دیگه حدود نزدیک 8-9%، 7-8% برادبند دارن. خب اینو بیاریم حالا با کشورهای مثل خودمون مقایسه کنیم، ببینیم مثل ما چه خبره. میدل ایست اگه اوریجش رو بگیریم که خب کشورهای خیلی ضعیف توشن، حدود مثلا 3%. اگه امارات رو بگیریم حدود 10%، ترکیه رو بگیریم 10%، کل دنیا 10%. چین با اون جمعیت عظیم 1.3 میلیارد نفریش که مخرج کسرش 1.3 میلیارد، میبینید 10% نفوذ داره. خب بنابراین ما حداقل هدفی که باید در یه جامپی بذاریم و این بازار آندرسرود رو که کاملا نیاز داره سرویس داده بشه رشد بدیم، اینه که ایران کجاست؟ ایران این حتی آمار 2011 الان یه ذره از یه ذره نشد 2 برابر این شده باشه، ولی 2 برابرش هم عددی نیست. ایران هنوز زیر 1%. حالا الان مثلا شده باشه 2%. این فاصله باید پر بشه. البته ما میایم بالا، اینا که وای نمیستن، اینا میرن بالا. پس یک گپ 10% رو ما باید در کوتاه‌ترین زمان پر بکنیم. حالا این پر کردن این اونجایی هستش که شرکت هایی که در واقع خدمات برادبند میدن، چه وایمک چه ADSL